سلام، بریم برای صبحونه با هم یه فرنچ توست درست کنیم با موز بدون شکر که خیلی هم خوشمزه است. احتیاج داریم به یه عدد موز که خوردش میکنیم، بهش کره ریز شده اضافه میکنیم، حدوداً 20 گرم کره لازم داریم. بعد همینو با چنگال خوب له میکنیم. هرچی موزمون رسیده تر باشه کارمون راحت تره. مخلوطمون که یک دست شد میذاریم روی 2 نون توست. بعد 2 نون توست هم میذاریم روی اینا، با دست خوب فشار میدیم تا به هم بچسبه. داخل تابه یکم کره میریزیم، گرم که شد میذاریمشون داخل تابه. یه طرف که رنگ گرفت برمیگردونیم تا اون یکی طرفش هم رنگ بگیره. حالا بهش شیر رو اضافه میکنیم بعد که نرم ترش کنه. بعد هم بهش یکم دارچین اضافه میکنیم. در صورت دلخواه اگه خواستید شیرین تر بشه توی این مرحله یکم هم شکر میتونید داخل شیرش بریزید که من این کارو نکردم. بعدم برمیگردونیم تا مواد به خوردش بره، اون طرفش هم یکم نرم بشه. بعدم با هر چیزی که دوست داشتید میتونید تزیینش کنید. اینم از بافت خیلی خوبش. امیدوارم که درست کنید و از خوردنش لذت ببرید.